خب تاسک پین که کلیک کنین در اینجا میتونین که در یا وقت تغییرات می آوردین مثلا در اینجا یک نوشته است، اینجا چی نوشته است؟ یک. اگر من تغییرات میارم منی رو کلیک میکنم و اینجا تغییرات میارم، مثلا میگم که مدیکال است یا مربوطش کدام دیپارتمنت است. اینجا میتونی تغییرات بیاری و اینجا هم میتونی. اینا چی میگه؟ تاسک پین. تاسک پین. بعد از این پروموت و دیموت. مثلا ما زیر از یک خانه رو اضافه میکنیم، میگم بلو یک خانه اضافه شود. حالا اگه میخوایم که این خانه بالا بیاد قطار از این 4 تا یعنی 3 تا، باز اینجا میتونی که چی کلیک کنی؟ پروموت. پروموت چی مانا؟ بالا بردن. یا ایت بالا یعنی به حساب پوزیشن که مثلا نیره اینجا بیاری. نه مثلا یک کس در یک جای رتبهش پایین باشه، رتبهش بالا میبری و چی میگه؟ که یعنی پروموت شد، این نفر پروموت شد. اگر رتبهش پایین میره باز دیموت. دیموت. حالی مثلا اگر این ما در اینجا بیارم خب طبعا زیر چی میشه؟ پرزیدنت. حالا زیر کی است؟ یعنی تقریبا 3 نفر برش 3 نفر میه. اگر راست اینجا شوی 2 نفر برش میشه. باز پروموت اگه کلیک میکنی ایرا چی میکنه؟ بالا میکنه، پروموت میکنه. اگر باز پروموت کلیک کنی بیخی بلندش میکنه. بالای رئیس می که اشرف غنی و کی است؟ عبدالله 50% است. اگر دیموت کلیک میکنی باز پس دیموت میشه. فهمیدین ایرا چی میگه؟ پروموت و دیموت. رایت تو لفت و لفت تو رایت باش که یک دو خانه باز اضافه کنیم. یکی باز اینجا کلیک میکنیم. حالا اینجا کلیک میکنیم ما میخوایم دایرکشنش چنج کنیم، باز چی میکنیم؟ لفت تو رایت که دایرکشنش چی شود؟ اون طرف لفت که باشه رایت بیاد، که رایت باشه لفت بیاد. پس کلیک کنیم پس چی میشه؟ باز دیگه ما کلیک میکنیم اینجا باز پوزیشن هستن. اگه استندارد کلیک میکنی فعلا استندارد است که زیر هر یک مثلا زیر از دو تا خانه است اینجا اومده. اگه ما کلش اینجا بیایم لفت هنگینگ کلیک کنیم باز کل خانه کدام طرف میه؟ لفت. یعنی اینجا رایت شد کلش لفت. اگر رایت کلیک کنی باز طرف رایت. اگر بود کلیک کنی هر دو طرف و اگر استندارد کلیک کنی مثل اول. این حالت هایشان که به کدام حالت باشه. بعد از اون چنج لیاوت. لیاوت چی مانا؟ شکل. اینجا باز میتونی که لیاوتش چنج کنی. کدام شکل میخوای و از اون استفاده میکنی. نه شکلش چنج شد. فهمیدین؟ کلرز رنگش چنج کنی. از هر یکی رنگش چنج میکنی، رنگش چنج کردن میتونی. و این دیزاین هستن. اگر میخوای که دیزاینش چنج شه مثلا 3D دیزاین بگیری، این دیزاینش چنج کردن میتونی. و ریست گرافیکس اگر شکل و چیزایشان زیاد تغییر داده باشین و ریست گرافیکس کلیک کنین باز بس به حالت اولیش میاره. مشکل مصرف شد. ریست گرافیکس کلیک میکنین چی میکنه؟ پس به حالت اولی. میگه ارگانایزیشن چارت. فهمیدین؟ به خاطر چی هستن که یک اداره را گرافیکال جور کنه تا که مردم بهتر بفهمن که این کی هستن، کدام دیپارتمنت هستن. فراد متوجه باشه. فهمیدی؟ خب این شد سمارت آرت و ایرام خوانده بودیم. اسکرین شات یا را گفته بودیم به خاطر اینترنت هستن. آلی جاست کامنت. کامنت باز چی رو میگه؟ مشکل اینجا تعریفش نوشته کنه. کامنت. در فیسبوک خو کامنت دیدین؟ به خاطر چی هستن؟ یک نظر بتی یک کامنت بتی نه؟ اینجا هم کامنت همی قسم هستن. The description about any word. وقتی که دیسکریپشن لغات در دیسکریپشن معنی معلومات درباره یک لغات معلومات نوشته میکنین، اینا چی میگن؟ کامنت. یا درباره عکس باشه یا درباره سیم مثل د چی است در فیسبوک. به خاطر که یک کس اگر یک چیز پست میکنه شما کامنت برشان میتین که خوب است یا بد است. اینجا کامنت به خاطر نظر استفاده میشه که دیسکریپشن درباره یک لغات دیسکریپشن نوشته میکنه. چه قسم؟ مثلا این یک راپور است، شما در یک اداره رئیس هستین، راپور بر سکرترتان گفتین که جور کنه. او راپور جور میکنه برات میاره. تو کلش میخوانی، حالا برش میگی که فلانه جای تغییر بده. مثلا اینجا فلانه لغات نوشته است، تو در جایش این لغات نوشته که خودت خیرت نمیکنی. برای کی میگی؟ برای ازو میگی که این تغییرات بیار، بعد ازو یا پرینت کو یا در ایمیل روان کو یا بر فلانه روان کو. چی قسم برش میگی؟ حالا او خود کت نمیباشه که 24 ساعت تو استاد شو تو برش بگو که این رینت کو سایز. او فقط در ایمیل برات روان میکنه یا برات میاره، برات میگه که این جور کردم، باز تو میگی که این جایش تغییر بده. باز به خاطر ازو باید از چی استفاده کنی؟ از کامنت. مثلا برش میگی که در جای ازی در جای about یک لغات دیگه یا یک چیز دیگه اضافه کو. امور کلیک میکنه، چی رو کلیک میکنه؟ کامنت. که اینجا یک خانه اضافه میشه که زومش کمی کم کنه. ببینین؟ حالا درباره این لغات باید اینجا کامنت نوشته کنه که اگر لغات چنج میکنه لغات برش چنج میکنه یا یک چیز اضافه میکنه.
مثلا برش میگه که please add another definition یا another word. باز پیش میری مثلا میگی که در اینجا هم تغییرات بیار، در جای از اینی یک چیز دیگه نوشته میکنی، برش کامنت میدی که اینی را اینی تو کو، باز انتخاب میکنی چی را کلیک میکنی؟ کامنت. باز برش نوشته میکنی، باز فایل سیو میکنی، برش روان میکنی، وقتی که واز میکنه کامنت ها رو میبینه، نظر به اون کامنت چیزی که برش گفته اون تو اجرا میکنه. گیره چی میگه؟ کامنت. اگر کامنت دیلیت میکنی باز رایت کلیک و دیلیت کامنت. دیلیت کامنت کلیک کنی اون کامنت باز دیلیت میشه. فهمیدین تا اینجا؟ بعد از اوز هیدر و فوتر، هیدر و فوتر هم میمونیم به سبا، به خاطر که اون موضوع بسیار جدا هستن.